دوستان عزیز ما قرار داریم در هندوستان در دهلی. من آدرس های اینجا رو میمونم. درستش کافه برادران افغان ها از پنشیر. یعنی کی از پنشیر برای چی گفتم که این شیرانی پنشیر دام جان احمد شاه محسود و فرزندش و کافه حلال الحمدلله برادران اونجا هستن. این تقاجان اونجا زلیم شکم سیر کنیم. آقا نام چی است؟ نام شما؟ اشمد. ماشاءالله. این همینجا کافه تازه حلال میتونی به حضور بیاید. تمام این نمود خوراک‌ها در اینجا پخته میشه. سلام. تمام این خوراک‌ها ان شاء الله در همینجا هستن. میتونی بیای چیزای حلال، یعنی که هندوستان که اومده اگر خدمت خدا شفا تو امتیا و بیماری اگر اومده همین هسپتالا بیمارخانه ها میتونی ان شاء الله. من رقمای همین برادر در همینجا میمونم. میتونی زنگ بزنیش بگو که همه جای حلال کن در جای به حد خوراک با مزه داره. یا از تحت دل میگم به حضور اوقاتم به هم کدوم گسنی سویت رو به هم جر ان شاء الله روان میکنم. جایی که شهرهای پنشیر افغانستان. این دوستان احمد شاه مسعود فرزندش و برادران.